چطوری مشتری رو وفادار کنیم؟ ببینید هزینه وفادار کردن مشتری خیلی پایین تر از هزینه جذب یک مشتری جدید است. وفادار کردن مشتری به سیستمتون خیلی سخت نیست. شما 3 اقدام ملموس و قاطع میتونید داشته باشین در پروسه کاریتون که باعث وفادار کردن مشتریتون میشه. اولین گزینه اعتماد سازی هستش. با دانش بالا و ارائه خدمت خوب تو کاری که دارین میتونید اعتماد مشتری رو جلب کنید و منجر به وفادار سازی بشه. دومین گزینه دادن حس خوب در مشتری هست. یعنی شما یک حس خوب رو در تعامل با خودتون به مشتری بدین. چجوری ساخته میشه حس خوب؟ حس خوب اینجوری ساخته میشه که مشتری هر چقدر به شما رجوع میکنه توی کاراش، هر چقدر خواسته های منطقی و معقول داره در خدمات پس از فروش یا حتی در فروش، شما با روی باز و به قول معروف روی گشاده بهش جواب بدید. شما تحویلش بگیریم. به عبارتی این حس خوب دادن به مشتری هستش. سومین گزینه برای وفادار ساختن، ارزش کارتون رو پیش مشتری بالا ببرید. چجوری ارزش کارمون رو بالا ببریم؟ وقتی در حین کار، در حین خرید، در حین طراحی شما به مشتری مدام مشاوره میدین و یک ذهنیت خیلی عالی برای مشتری از کسب و کار خودتون میسازید، باعث میشین که مشتری به شما وفادار بشه و در خریدهای بعدی به سمت شما برگرده. بنابراین ساختن مشتری وفادار خیلی سخت نیست. اگه نیاز به مشاوره داشتین در کسب و کارتون، خوشحال میشیم که به عنوان یک مجموعه مشاوره در کنار شما عزیزان باشیم.